تو زندگیت تا حالا املت بالاتر 50 تومن خوردی؟ آره 100,000 تومن. اصلا فشار اومد به جیرم. گرونترین صبحونه‌ای که تو زندگیت خوردی چقدر بوده؟ صبونه هر صبونه ای هر چیزی گرونترین 300 تیوی 300,000 تومن بابا این اصلا 300 تومن به من چقدر نمیخوره. مگه باهوش مگه بیشتر از اینم میشه تا حالا تو زندگیت املت 5 میلیونی خوردی؟ من روحم اسکل. تو ویدیو امروز قراره بریم گرونترین املتی که تو زندگیتون فکر می‌کنید و بخوریم که املت 5 میلیونه بچه‌ها. یعنی من اصلا تو زندگیم فکر نمی‌کردم املت اصلا بیشتر از 200,000 تومان باشه. ولی حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. لایک و کامنت و سابم یادتون نره دیگه. عشقید بچه‌ها دیگه بزنید. بچه‌ها برای املت ارزون ما اومدیم یه کافه‌ای به نام منطقی داره منطقی. آره ارزون مثلا میشه 40,000 تومان ولی اینجا منطقیه. اومدیم یه کافه‌ای به نام ابوقباد که فضا رو بگیر آقا. یا منه دیگه لمس اصلا کامرامنمون شور استایل داره بعدش خب بیا داداش عجیب بلند تیزر رو داره میسازه دیگه میتونم بابا کات کنم ماشی داداش عزیزم دستش تقریبا همش اصلا نمیتونه اینجا اگر منو رو بگیرید صبحانه انگلیسی هم داره اینجا داره املت با گوجه چی املت قیمتش نیمرو؟ چقدر 85,000 تا 115 نه املت با رب دیگه املت 105 خب ما اینجا قیمت املت 105 که خب یه قیمت معقوله یعنی نه خیلی پایینه نه خیلی بالا یعنی بالا هم نیست دیگه معقوله ولی خب الان میریم سفارش بدیم بیاد ببینیم چه جوریه با اختلاف اینجا بهترین املت فروشی کرجه. املت فروشی که کاش نمیگفت ولی ما میریم سفارش بدیم برمیگردیم خب بچه املت اومد اول از همه میبینید که یه رخ زیبا و مهمترین آیتم این که مال اوکیه آره خوبه مال سو ولی ما شوفر رو همین رفته چلوی بربری آورد تمومه میشه من فرست ایمپرشن بابا نه باشی درستی اینجا ما اینو میندازیم این تو حالا اگه تونستم بندازم که حساب خیارشور میخوای؟ این لوگو من آره نه بخوای آقا مرسی میشه خودم بزنم دهنت؟ نه اوکی خودم بزنم میکنم بند شد نه اوکی ایتی درتو زبون بیرون زبون بابا زش شده نظر چیه؟ خیاتون خورد کنید یه آیتمی که خیلی نیازه پیازه نداشت من خیلی املت بهش فکر نکردم که چجوری هم واقعا خوشمزه فرمان املت و 100,000 تومن اینو باید میز آویزون کنم. قشنگی چید برامون ببین اصلا مهمترین آیتم لیمو، خیارشور، نون بربری. مهمترین آیتم که املته بعید به نظر بدونم. من ولی مونه اصلا چه آهنگا رو پلی میکنه اصلا. اینو نگاه کن یاد بگیر. شما یه دونه لیمو هم برمی‌داری از اینجا. اینو میچکونی قشنگ حرفه‌ای یه دوتا خیارشور می‌ذاری اینجا. عشق داره میکنه آجی بلدی چی تازه چی کار کرد اصلا اوکی دهنش اصلا اومده جل دیدی چه چی گذاشت لحظه آخر املت رو کرد تو لحظه آخر از اینجوری خیارشور رو اضافه کرد فقط اینجوری باید میذاشت بچه‌ها ما با همکلاسی های دوره دبستان اومدیم اینجا عشقید میخورم بازی ما یکم بخوریم بچه‌ها خیلی آره اصلا اوزان بد بچه‌ها یه داستانی که توی کافه های این شکلی هست تو کافه چوسین تو کافه چوسینی میشه اینه اون شما ته لقمه رو نون این حالت واقعا اگر نکشی اصلا زشته اینجوری این خوراکش اصلا این نونه خیلی ازش اینو جمعش ولی حاجی من هیچ دیدگاهی نسبت به املت گرون ندارم یعنی املت دیگه
ربش مثلا نه رب گرون‌تر نداریم همینه دیگه هر ربی چرا باید گرون‌تر باشه؟ من صحبت همینه و جاش فقط جاش جاش مثلا همین املت مثلا خب نه من به تو وعده املت 5 میلیونی دادم. برام سوال اون 5 میلیون تو چی میخواد؟ نه مثلا من همین منظورم این 100 تومن مثلا میشه 160 نه 5 میلیون میشه یهو. 5 میلیون یه املته 2 تا املت با آب و نوشابه و لیموناد و یه دونه چایی شد 360,000. باز دارید کلش می‌زنید داره؟ اصلا نمیفهمم به عنوان املت خب نظرت چی بود داداش؟ ببین واقعا خوشمزه بود. خیارشور داشت، بربری داشت، لیمو داشت، همه چی داشت. اما میدونی مشکل چیه؟ خب چیه؟ من یه املت ارزون‌ترم سراغ دارم. خب ارزون تر از 100 تومن که هست ولی خب از تر از 100 تومن ببین یه سری داست 98 تومن اینا چیه؟ کپسول گاز، شعله و قابلمه برای درست کردن املت. خب اینو کجا می‌خوای درست کنی؟ همینجا. این چیه حاجی؟ اصلا من اینو خریدم که بیام اینجا املت درست کنم براتون. الان کارت منو گرفتی گفتی بده میخوام چیز بخرم این بود؟ آره دیگه نگاه چه چند؟ چیز بالیه. این یک و خورده ای بود، این مفت بود، این 100 تومن. این خب تو یعنی 1,200,000 تومن دادی فقط؟ آره دیگه. این میدونی چه جوری کار میکنه؟ اینجا که سوراخ داره. خب اینو میکنیم تو فکر کنم. حالا میشه اینو من شما یه لحظه بگیر، اینو روشن کن، اینو بپیچون، الان روشن اینو بپیچون. وایسا وایسا بسم نزن الله نزن نزن الرحمن حاجی نزن الرحیم. جون مادرت نزن حاجی نزن این وری هستم میگم چطوره. وای یعنی گازش داره وای بوی گاز من هی میگم داره میاد برای بزن، چی بزن، گازو بزن، برعکس گرفتی نمیزنی من خودم بزنم. به داداش چقدر پول سن رب آوردم. اینو بگیر. روغن کو. خب میریم میخوریم نه این ارزونه. خب الان من باید برسم تا تهران من رانندم ایلیا حاجی جان الان اوکیش میکنم. چرا این واقعا شده رو باورم می‌بینی؟ نمیشه که اینجا داری برامون آقا بسم الله. ببین روغن اول باید گرم شه بچه. آقا من آموزش آشپزی میخوای بدم به روغن که گرم شد این همه رو برای 2 تا تخم مرغ. خیلی روغن ریختی حاجی بچه این کارا رو برای کمپینگ یاد بگیرید. اگه خواستید برید داره کمپ، میسوزونه هرچی چیو داره میسوزونه. هفت ماشینو داره نمیسوزونه بعید میدونم اینجاش گرم شه اصلا. یه مشکلی پیدا کردیم. چیه مشکل نمک فلفل نیمون. اوکیه بابا اوکیه بابا که ایلیا تو رو قرآن خراب نکنیم که صندلیامو ایلیا حاجی تهش خراب میشه دیگه. تهش خراب میشه نه دیگه نباید دعا کن املت خراب نشه. نه اونو بذار اون خوب بود ما زرده رو آخر سر هم میزنیم اینجوری. الان بغل رو عالی هم داری می‌زنیم. آخر سر هم می‌زنی. عجله نکنید بچه‌ها. از املت گرفته تا قرمه سبزی. ببین چی ناموسن شد. خوشگل شد ولی بیشوخی ولی نه نمک داره، نه فلفل داره، نه ادویه داره. داغا بپا. بون اپتیت. ناموسن خوشمزه است. بذار برای آقا دانیالم لقمه بگیرم. انصافا خوشمزه نبود. داداش من گفتم اگر نمک فلفل داشت از عمو قبادم بهتر. ناموسن بهتر بود. یعنی املت ایلیا به نظرت املت 4,300,000 رو میزنه دیگه من اصلا اگر من املت یه ایلی کاری رو املت 4 همیشه میلیون دوست داشتم 300 بکنم میشه نه تا حالا طبیعت اینجا میره اون پشت انگار میخواد همین معتاده شدی. یه جور میگه این کارو دوست داشتم آیا بکنم که خوبه؟ هر دفعه میکنی دیگه طبیعت خیلی حال داره تا الان 2 تا املت رو این که اصلا من نمیدونم از کجا اومد ما قرار بود 2 تا ویدیو بگیریم ولی بریم برای 4,300 ببینیم که اگه 4,300 رو بزنه من بچه‌ها اینجا همون جاییه که ایلیا قهوه رو هم زد و کلد کاپوچینو رو تبدیل کرد به آب میلگر. خب ما اومدیم اینجا و دفعه قبل یادتون باشه یه چیزی توی اینجا دیدیم به نام املت ترافل با کاویار. خب و من قول دادم میارمتون اینجا و ببینیم این چیه. املت ترافل با کاویار. املت حالت عادی آخه این چی هست اصلا؟ املت عادیشو بیار.
مثلا این الان املت معمولیشونه. قیمتش چقدره این؟ چقدر؟ دیگه من صحبت نمی‌کنم. 320,000 تومان. تو زندگیم املت بالای 100,000 تومان من نخوردم و صبحونه نهایت دیگه ته لاکچری بودم مثلا 700,000 تومان بود. امروز مثلا تقریبا فقط املتی که می‌خوایم بگیریم 320,000 تومانه و یه دونه هم که اصلا 4 میلیون و 200,000 تومان. خواهیم ببینیم املت معمولی چیه اون 420 هم تو زندگیت املت فکر می‌کردی بخوری 420. من نمی‌فکر می‌کردم اصلا من هنوزم فکر نمی‌کنم بخوام همچین چیزی رو سفارش بدم. اما یه سوالی که واسم مطرحه اینه که اینجا چوسیه نون بربری هم میدن با املتمون یا نه؟ آفرین این سوال بعد درستیه. من کسرشن نیست با نون بربری بخوری؟ اتفاقا برام جالبه که با چه نونی برامون سرو شده. نه دیگه این که اصلا کروسان برات میاره چی هست آقا ولش کن خیلی داریم حرف بزنیم بریم املت رو سفارش بدیم بیایم صحبت می‌کنیم. آقا این بچه‌ها ما الان سفارش داریم یه دونه املت همین ترافل با کویار رو سفارش دادیم. من دیگه لهجه گرفتم مثلا 5 میلیون اوردر داریم الان این سفارش هم دادم دانیال که اصلا زندگیش تموم شده. من اصلا آخه میدونم عکسشو دیدم بعد دیدم مثلا قطرش اینقدر یه بود. املت خیلی گوجه معمولی سفارش دادیم حالا مثلا که سیر شیم چایی میگیریم که بالانس شه. من سیر شیم نه می‌خواستم ببینم املت معمولیش چه فرقی داره. این املت 25 گرم میزنه خاویار داره. املت املت معمولیش چه خاویار فرقی رو چجوری باید خاویار من خاویار رو تو چیکار سریال دیدم. ببین خاویار رو حالت معمولی مثلا با یه سری چیزا میزنن رو توست میخورن ولی رو املت نمیفهمم داستانش چیه. حالا ما خاویار رو چگونه بخوریم؟ اصلا نمیخورن خاویار رو احتمالاً فقط بیا ساده. نه گفته مثلا اگه با تخم مرغ اینا میخورید باید بریزید روش توی لقمه‌تون میریزیم روش. 4,200,000 بچه رایج مملکته و من نمیدونم چرا این کارو کردم ولی اصلا امید نیست. خب من الان نون بربری میخوام ولی نونش کریسپی یا آخرم نون بربری نداره. نه دیگه نون بربری این کار چه؟ خیلی بدمزه خیلی بدمزه. میگه تو فرم مثلا املت نیست یعنی رب من تو این نمیدونم حالا زیر یه تومن بذارم بذارم شرط بدم حالت داره خیلی بدمزه است. ببین این املته این املت نیست. 4 میلیون الان ایلیا 2 میلیون لقمه‌اش ببین برای بچه‌های تو خونه بوی گند میده. آره خیلی بو میده گند میده. خیلی می‌دونی طعم چی میده؟ طعم یه نیمرویی که شما صبح درست کردی شب داری بخوری. اوه راستی عجب حرکت بمزیزه. به این میگن سیمیت به این نون یه نون ترکی و کاری که ما میکنیم میخوام یه لقمه پروپیمون بزنم. این الان چیه خاویاره؟ یک کیلو لقمه بله میخوام هر جوری به قضیه نگاه میکنم دلم صافه میشه با این رستوران. خیلی این که اصلا هیچی املت مونده بود خیلی شوره. من نخورم بعد طعم اون املت اصیل ایرانی رو نداره از اصالتش دور شده. چیه؟ نمیدونم حال نمیکنه. بچه‌ها بگیرش چقدرش مونده واقعا بدمزه. ببین نمیتونم بخورمش یعنی من نه چون من حالا نمیدونم غذا دریایی دوست ندارم مثلا اصلا این آقا شما تونستی بخوری داداش اصلا دانیال که تروماتایز شده قشنگ رفته تو دوران بچگیش اصلا نمیدونه کجاست. مزه‌اش یه گوشه مونده تو دهنم خیلی بدمزه است. ببین اگه 1 میلیون بود 2 میلیون بود به فشار نمی‌اومد. 4 میلیون من با آخرین قاشق حرف بزنه به این داداش من با آخرین قاشق املتم یک دونه از این تخمای خاویار بود و هنوز مزه شده. ببین جدی اصلا ای بابا مشکل بعدی نونه چون من دوستش ندارم املت رو ببین بخورم. اول از همه آره ولی اینو پیش پا افتاده ترین موضوع اینه که نون ندارن. بعد از همه اینا اصلا هیچی بگذریم نمیشه چون نونی سوخته است. ببین املت رو ما میگیم مثلا هر جا یه جوری درست میکنه چه میدونم فلان این خاویاره اصلا نمیشه خورد. دوباره مزه شما تو دهنم واسه
ترکیب املت و خاویار و قارچ و مارچوبه کثافت قارچ و مارچ. ترین ترکیب دنیاست. خیلی بد. هیچ وقت بچه‌ها از حالت هیچ وقت. عادی کلاً خارج هیچ نشید. رفتیم املت زدیم با نون بربری و نون سنگک عشق کردیم. ایلیا که اصلا برامون نه، شاهکار اصلا کرد. انصافا املت آقا توی یه لحظه یتیشون حالا شاید شاهکار نکردیم یا خیلی نگوییم. نه ببین هرچی بود از این بهتر بود. ولی جدی بچه‌ها همیشه از هیچی. چارچوب خارج شدن خوب نیست. می‌دونی ما الان 5 میلیون پول داریم و هیچی که هیچی. و نیاد من که معده پیدام اصلا ریخته به هم. اصلا نمیدونم چی کار دارم املت میکنم. من اصلا ریخته. ببین با تمام بیشوریش ولی املت این از اینجا بهتر بود. من واقعا معدم ریخته به هم. یعنی اصلا کاخان نکم. من شانس آوردم که 2 لقمه بیشتر نخورم. ولی آره خلاصه دیگه یعنی اینقدر حالمون بده خیلی بد بود. آقای یوتیوبرها آریزو 6 جی تی داری نمیدونم فلان داری تست میطلبی با هم دارم همه رو به چالش میکشم. کیا بودن؟ یه سهیل سولوا چی داره؟ افیکس داره آره نکنمشی چیکار کنیم افیکس فونیکس اف ایکس چه میدونم آریزو 6 پرو آریزو 8 پرو آریزو جی تی هر چی دارید بیاد یه ویدیو اتفاقا بچه‌ها میخوام بگیرم با ماشین یوتیوبرها میخوام مسابقه بدم لایک کنید ولی همین دیگه دمتون گرم فعلا خدافظ دوستای گل